بسم الله الرحمن الرحیم. سدوم و عمورا. در زمان ابراهیم آدمان زیاد در شهرهای سدوم و عمورا حیات به سر می بردند. ساکنان این شهرها بسیار کارهای ناپاک و بد می کردند. این غضب خداوند را آورد، چون که خداوند مقدس است. او از همه ناپاکی و گناه نفرت دارد. خدا با ابراهیم مناسبتی خیلی نزدیک داشت. روزی خداوند به ابراهیم ظاهر شد و به او خبر داد که این دو شهر را نیست می کند. خدا نخواست آن کاری را که کردنی است از ابراهیم پنهان دارد. ابراهیم از خدا پرسید که به این شهرهای پرگناه رحم کند. خدا گفت اگر در این شهرها اقلاً 10 آدمی عادل یافت شود، آنها را نیست نمی کنم. اما آنها یافت نشدند. ابراهیم جانی داشت که نامش لوط بود. وی در شهر سدوم زندگی می کرد. لوط شخصی خدا ترس و عادل بود. خدا تیار بود که این شهرها را نیست کند، لیکن وعده خود را که به ابراهیم داده بود به خاطر آورد. خدا به ابراهیم وعده داده بود که به نسل وی برکت می دهد. برای همین او 2 فرشته را به شهر سدوم فرستاد. خدا به فرشتگانش گفت که لوط و عائله‌اش را از شهر بیرون برد. مقصد خدا به آنها نجات دادن بود. فرشتگان لوط و عائله او را گرفته از شهر بیرون بردند. به آنها گفتند که به عقب نگاه نکرده به کوه گریزند. بعد خداوند بر سدوم و عمورا آتش بارانید. شهرها از آتش سوخته به زمین یکسان شدند. همه کس و همه چیز به خاکستر تبدیل یافت. در وقتی گریختن، زنی لوط به گپ فرشته گوش نکرده به عقب نگاه کرد. خدا به او جزا داد. همان زمان او به ستون نمک تبدیل یافت. خدا وعده‌اش را که به ابراهیم داده بود اجرا کرد. او لوط را نجات داد. زنی لوط به گفته‌های خدا اطاعت نکرد. برای همین راه نجات را که خدا به او داده بود از دست داد و جزا گرفت. از حکایه‌های گذشته ما می‌دانیم که خواهش خدا دیگر نشده است. خدا با عدالت است. او از گناه نفرت دارد و گناه را حکم می کند. آدمانی که مثل نوح و لوط راه خدا نشان داده را انتخاب کردند نجات یافتند. حالا هم هر یک آدم امکان دارد که راه خداوند را انتخاب کرده نجات یابد.